شاید در چهره من کم خوشحالی دیده باشین. علت از این خوشحالی است که من نخبه های امتحان اگزیت توانستیم که امروز همراهشان هم صحبت شوم، کتشان گپ بزنم، دعوتشان کنیم و از موفقیت‌هایشان صحبت کنیم. به این خاطر من یک ذره خوشحال هستم. امروز به کلتان سلام عرض میکنم. ما به نوبت از یک طرف شروع میکنم. امرالله احمدی برادر ما نام خدا در امتحان اگزیت مقام سوم گرفتن. زمریاله محمدی مقام اول شما گرفتین و تبریک باشه براتان. جاوید شهکار بسیار خوش آمدید، مقام چهارم گرفتن. و حیات الله حماس در زون شرق ما مقام اول گرفتن. به کلتان اول تبریک باشه، خیلی خوش آمدین. چی حس میکنین که ما را میبینین؟ بسیار خوش هستید. خوش هستین؟ بسیار خوش آمدید. ما خوش هستیم شما رو میبینیم. از یک طرف شروع میکنیم، از امرالله شروع میکنیم. احمدی صاحب بسیار خوش آمدین. زنده باشین، سلامت باشین. اول یک معرفی کنیم. بنده امرالله احمدی، فرزند عطاالله، باشنده اصلی ولایت میدان وردک، تحصیلات ابتدایی را در یکی از مکاتب شهر کابل در سال 1397 به پایان رساندم و از طریق امتحان عمومی کنکور توانستم در 15 استوماتولوژی پانتون طبی کابل موفق شوم و همچنان به ادامه تحصیلات 15 استوماتولوژی را خلاص کردم در سال 1404 با درجه اعلا و بالاخره در امتحان اگزیت توانستم با اخذ 324 نمره مقام عمومی سوم اگزیت به دست بیارم. سلامت باشین. الله براتون موفقیت‌های بیشتر نصیب کنه. تشکر. الله خیرتان بده. سلامت باشین. ان شاء الله که مصدر خدمت در جامعه ما باشید. ان شاء الله. سلامت باشین. زمریاله بیادر بسیار خوش آمدی. سلامت باشی. مقام اول چطور گرفتی؟ به نام یاد خدا. سلام عرض ادب دارم خدمت شما نعمت‌زاده سیب عزیز، همکارانتان در استودیو و تمام بینندگان نازنینی که برنامه زیبای شما را سلام صبح بخیر از طریق پرده تلویزیون همین لحظه تماشا میکنن. امیدوار هستم که روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. سلامت باشین. بنده زمریاله محمدی هستم از ولایت فرا، باشنده اصلی کابل، فارغ 15 استوماتولوژی پانتون علوم طبی کابل و همچنان اول نمره عمومی و استوماتولوژی اگزیت اگزام دور دوم سال 1404. بسیار خوشحال شدم که میبینم. سلامت باشین. لطف کردین آمدید. و جاوید جان شهکار، شما و مقام سوم نمرایتان یکی است. باید یادآوری کنم. فکر کنم هر دویتان در یک حساب در مقام سوم هستین. پیشمخ اول هستین بیادر. مقام سوم اول و سوم و چهارم می رقم هیچ مقام نیست. تا به 10 بهترین کلش در اول حساب میشه. خداوند براتون اجر نصیب کنه. بسیار خوش آمدین که آمدین. جاوید جان شهکار بسیار خوش آمدین. زنده باشین. نخست از همه سلام تقدیم میکنم به شما نعمت‌زاده صاحب، به همکاران گرامی و همچنان مهمانای عزیز و همه بینندگان تلویزیون ملی. اسم ما جاوید شهکار است، از ولایت کاپیسا هستم و من در سال 1398 در امتحان کنکور اشتراک کردم و توانستم که با پانتون طبی کابل 15 استوماتولوژی را پیدا کنم و خوشبختانه در سال 1403 ما از پانتون فارغ شدیم و متعاقب و یک سال دوره ستاژ در شفاخانه علی‌آباد به پایان رساندیم و چند ماه بعد از او در امتحان اگزیت اشتراک کردیم و خوشبختانه توانستم که 324 نمره بگیرم و امتحان اگزیت موفقانه پاس کنم و تا بتوانیم در خدمت هموطنان عزیز. سلامت باشین. لطف کردین که آمدین. و حیات الله حماس اول نمره عمومی زون شرق هستم. بسیار خوشحال شدم شما رو میبینم. ډیر زیاته مننه نومان صاحب محترم. تاسو ته د تلویزیون ملي ټولو همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. حیات الله ما د نورستان ولایت څخه مخکې ډاکټر صاحبانو یادواري وکړه. زه به خلص دا ووایم چې موږ ټول د یو صنف صنفیان یو. خوب است که گرفتین که در یک صنف هستین. شوختان کدام است؟ شوخ ما حماس صاحب امید تو میگن شوقا زیاد هستن خو علی د برنامه نیست. مگم از چهره فهمیدی شوخ حماس صاحب معلوم نمیشه. چطور است؟ چهره‌ام شوخ است ولی از باطن آرام هستید. بله. بسیار خوشحال هستم که خودتون میبینم. ما خود امتحان کنکور متاسفانه به نتیجه میمونیم. شما نم خدا در امتحانات اگزیت اول نمره و سوم نمره و چهارم نمره شدین. استعداد فرق میکنه. خداوند شما را مصدر خدمت بسازه. ان شاء الله که بعد از برنامه باز یک دندانم درد میکنه که سر صحبت خود داشته. خب ما سوال میکنم هر کسی که خوش شما جواب بده. صحیح است؟ امی تو چرا انتخاب کردین؟ بیایم از امرالله جان پرسان میکنیم. تو چرا انتخاب کردی؟
چون هر کسی که در رشته فعالیت میکنه باید از رشته خود دفاع کنه. بله. یعنی یک دلیل داره که مطلب او میگه من این رشته رو انتخاب کردم یا در این رشته فعالیت میکنم. خوبی طبابتی است که یک علم بسیار مقدس است، یک رشته بسیار مقدس است، چون که در این رشته ما متوجه صحت مردم هستیم، درد مردم کم میکنیم، همچنان که است در روند فعالیت های زندگی از او بهبود به وجود میاریم. یعنی بسیار یک علم مقدس است، چون که در این علم که است انسان با جسم انسان سر کار داره. بله. و جسم انسان که است یک امانت است. اگر ما درستی رشته را علمش حاصل نکرده باشیم نمیتونیم که در ساحه عمل خوبتر عمل کنیم. بله. بالاخره چون که با انسان سر کار داره، با حیات انسان سر کار داره، با سلامت انسان سر کار داره، از این خاطر برتریت و مقبولیت این رشته نظر به رشته های دیگر بلندتر است. درست. من بعد از این خطاب میکنم دکتر صاحب، صحیح است؟ دکتر صاحب زمریالی میخوایم پرسان کنم که راز موفقیت در چی بود؟ خب نعمت‌زاده صاحب عزیز، راز موفقیت بنده در 3 اصل میتونیم بگیم که خلاصه میشه. درست. اصل اولش توکل به خداوند است. بله. که همیشه از خداوند خواستیم که علم را نصیب ما بفرماید که نه تنها به خاطر نمره باشه بلکه به نفع مردم ما باشه و مردم مفید واقع شود. و ثانیاً در جریان آمادگی تداوم و نظم و دیسپلین در برنامه درس خواندن میتونه از دلایل موفقیت بنده باشه. تو در جریان 4 ماهی که ما آمادگی بر امتحان اگزیت گرفتیم تو روز نشده که من در طول یک روز 20 ساعت مطالعه کرده باشم، خود را استهلاک ساخته باشم، بلکه همواره منظم تعداد مشخص از ساعت در روز مرا درس خواندیم. و در اخیر هم میشه بگوییم که طریقی درست مطالعه میتونه در موفقیت انسان رول داشته باشه که در طول آمادگی بیشتر تمرکز بر روی نکات کلیدی و سوال خیز کردیم. بینتان تو گفته بوده که ما اول میشم تو دوم میشی سیف به خاطر صنفی هم هست یا ما اول میگیرم 4م میگیرم. نام خدا اگر حساب کنیم هر 4 صنفی دیگه مقامار نموندی، از اول تا 4 مقبول چه گرفتی؟ نه خیر، زمانی که تازه نتایج اعلان شد 10 دقیقه شاید گذشته بود، دکتر صاحب زمریالی به من زنگ زدن که چند نمره گرفتی. میخواستم اون گپ از من بگیره که مطمئن شو اول شدیم نشدیم. باز گفتم برو شما اول شدین تشویش نکنین. نمره که پرسیدم دیگه نماسده سپس صحنه که برآمدیم همین تو گفته میشد در بین خود که دکتر زمریالی خواهد اول نمره باشه، چون این سوالاتی که در راوند اول حل کرده بود از فکر کنم 130 بالا بوده. خب می سوالا که کدام یاد نداشته باشی آدم میمونه به دوری بعدی دیگه. ای دوری اول بلندترین سوالات حل کرده بود، اما تو ما حدس میزدیم که حتما دکتر زمریالی اول میباشه. درست. اما خودت روزانه چند ساعت درس میخوندی؟ طوری که دکتر زمریالی گفت ما از اول برنامه داشتم، ایتو نکردم که فشار به خود بیارم و در یک روز زیاد بخوانم. دیگه متواتر کم خواندن میرفتم، همه روزه با پلان. دیگه فرق میکرد، بعضی روزه 3 ساعت تا 4 ساعت تا 10 ساعت روزه شده. در روزه آخر بعضی کمی استرس زیاد بوده. 10 ساعت خوش شده در روزه آخر دیگه حتما آدم تمام بازی 10 ساعت یک سره درس میخواندین، بازی اون وقفه دیگه نماز میخوانی، نان میخوری، از کلکین بیرون این وقت درس خواندن میگه از کلکین بیرون هم سعی میکنی بسیار مزه میکنی بدون درس خواندن. وقفه میموندیم متواتر یا ما تنبل هستیم که بله. خب بفرمایید. دیگه در روزه اخیر در 4 روز اخیر هم فکر کنم محمد دکتر صاحبا می رفرنسی که شامل بود، یک دور از سر تا اخیر ما مرور کردیم. همونطور که گفتیم در ساعت در روزه اخیر بوده. مقصد فشار سر خود ناوردم، الحمدلله همونطور آهسته خوانده رفتم دیگه تا واسط یا توان که داشتم. نام خدا بسیار خوب. مشوق اصلیتون جای جان کی بود؟ کی رشته رو باید انتخاب کنیم و روی مادرجانم همچنان خانواده عزیز خیلی ترغیب میکردن در این رشته مرا تا که زحمت بیشتر بکشم و موفق شم. نام خدا بسیار سلامت باشه. ما که یگان درس میخواندیم بیشتر هم یادآوری کردم، باز در وقت درس خواندن از این درس خواندن که طرف چتم سعی میکنی زیاد خوشت میاد. یگان وقت آدم خسته میشه. وقتی که شما خسته میشدین از درس کدام فعالیت‌ها رو انجام میدین؟ کدام کارا رو میکنین؟ ورزش میکنین؟ ورزش یادتون ترک نکرده بودین؟
هر کس جواب میده. درخواست دارم بیا گپ بزنم. بفرمایید. بیا از هماسه پرسان میکنم. ما خودم که وقتی خسته می شدم دیگه در خستگی درس قطع می کردم، هیچ ادامه نمی دادم، چون در وقت خستگی هر چقدر درس بخوانی دیگه او یاد نمی گیرادم. باز کتاب بند می کردم، اما ورزش شروع می کردم. خوب قوی یک چند دقیقه ورزش می کردم. بعد از اون تو یک کمی سرگرمی که خانواده حرف زدن و وقت تیر می کردم، اما ذهن ما ریفریش می شد، آرام می شد. باز دوباره شروع میکردم. اما ورزش اولین گزینه ما بود که شروع میکردم. باز در فامیل شما کسی دکتر هم هست؟ دیگه کسی هم دکتر هستن؟ بله، از ما برادر بزرگم دکتر است، متخصص داخلی عمومی است. دیگه از پانتون تیوی کابل درس خوانده و تخصص خودم در شفاخانه جمهوریت گرفته و بر علاوه برادر دو همشیریم هم طب مالجوی خوانده، یکیش طب مالجوی خوانده، یکی همشیری دیگه روانشناسی خوانده. نام خدا خیلی شما دیگه در فامیل رقابت داری، ضرورت به بیرون نیست. همینطور هست. بله بله. بسیار خوب. از امرالله جان میخوایم پرسان کنم، خودت روزانه چند ساعت درس میخوندی؟ نمانزاده صاحب محترم، اول باید بگم که امی امتحان اگزیت اونقدر امتحان سخت نیست. درست. این موضوع باید واضح شود. امتحان اگزیت شامل 160 سوال است که نمره کامیابی در 96 سوال نفته است. و معمولا 160 سوالی که جور میشه، همون 96 سوالش یا 100 سوالش یک قسم ساخته میشه که اگر کسی درس خوانده باشه حداقل روزانه اگر 3 ساعت هم یک نفر درس خوانده باشه، دکتر صاحب درس خوانده باشه، میتونه او 100 سوال حل کنه و نمره کامیابی رو بگیره. و بعضی سوالاتی که سخت ساخته میشه امتحانی به خاطر عزیز که مو ریت و درجه بندی رو تعیین کنه. بله. در اصل امو 100 سوالی که نمره کامیابی است که 216 نمره میشه یا 96 سوالی که 216 نمره میشه، این سوالا آسان است و سوالاتی است که روزمره دکتر صاحب با او مواجه هستند و اگر روزانه 3 ساعت 2 ساعت درس خوانده باشن میتونن که به صورت بسیار آسان و موفقانه امتحان پاس کنن. بله. من معمولا چون در مصروفیت دیگه بودم، معمولا روزانه 4 ساعت زیاد درس نمیخواندم و چون این کتابایی بود رفرنس هایی که در این امتحان شامل بود ویده ما در دوره پانتون صحیح خوانده بودیم. فقط ضرورت نبود که زیاد سر خود فشار بیاریم و این کتابا رو بخونیم، فقط یک تکرار یک مرور بود که کردیم روزانه 3 ساعت 2 ساعت که میشد. درست. بالاخره نام خدا 4 ساعت هم نام خدا. نام خدا دکتر صاحب گفت استاد پانتونی روخان در ننگرهار است بخشیدی و مصروفیتش هم در کادر علمی است. الحمدلله. ماینه خانهش کجاست؟ این ماینه خانه اول نو امتحان اگزیت پاس کردیم با صورت قانونی. ماینه خانه رو باز ان شاء الله ان شاء الله بازو وقت میهمان ما شاین که ما در خدمت هستیم. سلامت باشید. خب در هر امتحان کامیابی و ناکامی است. درست است. ما هر امتحان را که میتیم حتما یا کامیاب میشیم یا ناکام میشیم. کسایی که موفق نشدن پیامتان برشون چی است؟ پیام ما به کسایی که موفق نشدن این است که هیچ وقت ناامید نشن. هر انسان در زندگی خود شکست میخوره. هر انسان ممکن در زندگی خود بفته. افتیدن عیب نیست، ولی اگر کسی بعد از افتیدن بلند نشه خودم تو بندازه که من بلند نمیشم، این بدون شک عیب است. و کسایی که در امتحان اگزیت موفق نشدن، پیام واضح ما به اونایی است که دوباره تلاش کنن تا بتوانن یک نتیجه خوبی بگیرن و تلاش دوامدار کنن. اگر تلاش دوامدار باشه انشالله نتیجه میگیرن. درست. وقت ما کم است، کاش که وقت زیاد می داشتیم، زیاد قصه میکنیم، قصه زیاد شیرین است. 2 دقیقه وقت داریم، پیامای کلتان میگیریم. از همه صاحب شروع میکنیم و اگه کدام گفتنی که من اصلا پرسانم نکنیم میشه خودتان داخل یاد کنین ان شاء الله. دلاوله است پیامتان. دیگه پیام خاصی ندارم، بالخصوص یک پیام میخوایم با طوری که دکتر صاحب گفت هغه کسان ته چې په اگزیت کې ناکام شوي دي هغې ته وایم چې هره ماته هر ناکامي د بریا شروع وي. انشاءالله چې هر یو دا توانایي لري چې ښې نمرې واخلي، په بهترینو نمرو باندې کامیاب شي. حوصلې دې نه بایلي. هغه وایي چې چکینه دریا ستریس چې څوک درس کې ولري هغه نشي کولی درس ووایي. نو روزانه برنامه دې ولري 2 ساعته که څوک درس ووایي باور کړئ نو منصده صاحب دغه امتحان دومره سخت نه ده. ټول دا شایعات خلک خپروي چې ولا ناکامانو فیصدي هم خلک ګوري. نو ستریس نه ده پکار. انشاءالله چې ټول د دې وړتیا لري چې کامیاب شي او هیله لري چې انشاءالله
در طول اینکه امتحان که طول کامیاب بود. سلامت باشین. جاوید جان پیام خودت داشته باشین. پیام متوجه میشه به جوانا. پیام به جوانا همی است که امروزه جوانای افغانستان خیلی ناامید هستند نظر به جوانای دیگه دنیا. پیام همی است که تلاش کنن، زحمت بکشن، ناامید نباشن. انشالله یک روز افغانستان هم در از جمله کشورهای قرار بگیره که در صدر باشه در همه چیز، هم در علم، هم در اقتصاد، هم در تکنولوژی. و پیام به جوانان همی است که تلاش کنن، زحمت بکشن، سلامت باشین، ناامید نباشن. و خیر باشین. دکتر سبزی مرگلک. پیام نعمتزاده سیب عزیز به آن از مسلکانم که در این دوره موفق نشدن، یک پیام برادرانه برشان دارم. امتحان اگزیت فقط یک امتحان از ارزیابی اون سطح دانش و آگاهی مسلکی شماست دیگه. در یک روز خاص است. البته ممکن است همون روز که امتحان دادین روز شما نبوده، یا احتمالاً استرس داشتین، یا بر روی منابع درست تمرکز نکردین. دیگه کوشش بکنین برای دفعات بعدی انشالله بر روی منابع درست تمرکز کنین، هدفمند پیش برین با برنامه، انشالله که موفق میشین. سلامت باشین. احمدی صاحب پیام شما رو داشته باشین. جناب نمانزاده صاحب محترم، پیام عیناً تکرار پیام‌های دکتر صاحب است که جوانان خاصتا دکتر صاحب عزیز کسی که میخواین دکتر شوند و یک مرهم شود به درد مردم ما، باید کس همواره درس بخوانند. برای روی که درس بخوانند، چون طبابت یک رشته عملی است، باید در زمینه عملی خود برسانند. بله. و کوشش کنند، تلاش کنند. رفتن از این کشور و فرار کردن و این کس راه حل نیست. دقیقاً. اگر ما اینجا نمانیم، اگر ما نسل جوان اینجا فعالیت انجام ندیم، پس کسی خارجی نمیاد که به ما اینجا وطن ما را آباد کنه و بالاخره مصدر خدمت به مردم شود. آخری پیام می است که همینجا بمانین، کوشش کنین، تلاش کنین و در خدمت مردم باشین. موفق باشین. بازم تبریک باشه. الله بر زندگی مبارک کنه. خوشحال شدم شما رو میبینم. خدا کنه سایه شما سرمان بفته. لطف کردین آمدین. سلامت باشین. تشکر. لطف کردین. بخیر باشین.